آقا برای موفق شدن در هر زمینی، وقتی که ما داریم یه کاری رو انجام میدیم، یک هدفی رو در زندگیمون دنبال میکنیم، باید چرایی انجام اون کار رو بدونیم. افراد موفق بسیار به این موضوع اهمیت میدن و به جای پرداختن به چگونگی انجام یک کار، به چرایی فکر میکنن. وقتی که ما به چرایی فکر میکنیم، چگونگی مشخص میشه، نمایان میشه. و وقتی که به چگونگی انجام کار میپردازیم، متوقف میشیم و تمام کارهای نادرست، عملکردهای نادرست، مسیرهای نادرست که تهش پوچی و در واقع بی‌ارزشی و پشیمانیه، به خاطر اینکه ما به جای اینکه به چرایی انجام اون کار فکر کنیم، دنبال چگونگی انجام کار بودیم. دنبال این بودیم که چیکار کنیم که نتیجه دلخاطر بگیریم، چیکار کنیم که ما برنده بشیم، ما پیروز بشیم، چیکار کنیم که مثلا نمیدونم به نفع ما تمام بشه، به جای اینکه به این فکر کنیم که آقا چرا باید این کار رو انجام بدم. شما به چرایی تمرکز کن، چگونگیش پیدا میشه.